پیرمردی تصمیم گرفت با پسر، عروس و نوه 4 ساله خود زندگی کنه. دستان پیرمرد می‌لرزید و چشماش خوب نمی‌دید و به سختی میتونست راه بره. هنگام خوردن شام غذاش روی میز ریخت و لیوانی رو بر روی زمین انداخت و شکست. پسر و عروس از این کثیفکاری پیرمرد ناراحت شدند و گفتن باید درباره پدربزرگ کاری بکنیم وگرنه تمام خونه رو به هم میریزه. آنها یک میز کوچیک در گوشه اتاق قرار دادند و پدربزرگ مجبور شد اونجا به تنهایی غذا بخوره. بعد از اینکه یک بشقاب از دست پدربزرگ افتاد و شکست، دیگه مجبور بود غذاشو در کاسه چوبی بخوره. هر وقتم خانواده اونو سرزنش میکردند، پدربزرگ فقط اشک میریخت و هیچی نمیگفت. یک روز عصر قبل از شام پدر متوجه پسر 4 ساله خودش شد که داشت با چند تیکه چوب بازی میکرد. پدر رو به او کرد و گفت پسرم داری چی درست میکنی؟ پسر با شیرین زبونی گفت دارم برای تو و مامان کاسه های چوبی درست میکنم که وقتی پیر شدید در اونها غذا بخورید. و تبسمی کرد و به کارش ادامه داد. از اون روز به بعد همه خانواده با هم سر یه میز غذا میخوردن تا دیر نشده قدر بزرگترامون رو بدونیم. اگر این پست دوست داشتی کامنت ها رو پر از قلب قرمز کن.